مادرم حرفی بزن که تشنه لالاییم، من که جان میدم برایت همدم تنهاییم. من همیشه کودکم آغوش تو جای من است، من اگر خوبم دایت پشت دنیای من است. بوسه بر دستان گرمت میزنم شاه دلم، با حضورت خانه روشن میشود ماه دلم. هرچه میخواهد دلم پیش تو پیدا میشود، این همه خوبی چجوری در دلت جا میشود. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم، دلیل زنده بودنم. مادرم سنگ صبور بیقراری های من، مرهمی بر زخمای دل تنهای من، مرهمی بر زخمای دل تنهای من. مادرم دور تو میگردم عبادت میکنم، مادرم جای خودش عشقم صدایت میکنم. مادرم جانم فدای چهره معصوم تو، هرچه میخواهی بگو من نه نمیگویم به تو. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم، دلیل زنده بودنم. السلام علیکم دوستان، بیننده ها، تماشابینان عزیز شبکه شهنان. امروز جمعی تبریکاتی شهنان در دهه آهلیک برای تبریک کردن به خاندان زیبای امریدی نمک آمدیم. امروز جشن زادروزی فیروزه خاله شده ایستاده است و می‌خواهیم امروز تبریکات را آغاز کنیم. امروز تبریکات از نام مسافر دامادشان، از نام سراج دینکه و همچنان از نام دختران بهار آیتی، زیبایتی و زیبینی زبانو تبریک میگوییم. این لحظه ها را همراه شمایان و هم می‌بینیم. با ما باشید، با شبکه شهنان. این همه خوبی چجوری در دلت جا می شود. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم. السلام علیکم مادران عزیز، زنبانوان زیبا، همه شمایان را به این اهالیک عزیز ما به خاندان زیبای امریدی نمک فیروزه خاله خوش آمدتان میگوییم. قدم هایتان بالایی دیده. البته فیروزه خاله با خرسک های شما به نزد ما دعوت میکنیم. مرحبا دختران بیایید یا شما به نزدیکتر. فیروزه خاله یا ما به نزدیکتر میستیم. سلام علیکم. فیروزه خاله زاد روز مبارک. روز تولد را امروز روز شکرانتان را مبارک باد میگوییم. 120 ساله شوید و بعد از آن پیر شوید. مرحمت به هرایتی انگامالله زبینی صبحانو. مرحمت یعنی مادر جان به نزدیکتر میستیم. امروز روزی خورسندی است. فیروزه خاله سر اول شما را از نام مسافر دامادتان، از نام سراج دینکه، از نام دختران نازنین بهار آیتی، از نام زیبای انگامالله، از نام زبینی صبحانو، از مسافرت از نام امریدی نمک تبریک میگوییم. میخواستم برایتان رسانم مانند شما مادران میگویند که 3 کلیت در جنت را کلان کردید، هر یکشان را صاحب بخت کردید، خاندانهایی که رفتن آباد کرده ایستادند. میگویند مشو غمگین اگر دختر بیزادی،
که با دختر بود پیوسته شادی، بسا دختر صاحب تاج گردد با پیشش 100 پسر محتاج گردد. حاضر فیروزه خدا تا در آمد همراهی ینگملام صحبت کردم، گفتم چی گفته تبریک کنم. ینگملام گفتن حسین جان مادری من، مادری زیبای من، همراهی پدرم ما هیچ کس کم نکرده، به همه آرزوهایمان رسانده، حلال پوشاندن، حلال خوراندن. رحمت میگویم اگر همین چرخ فلک باز برگردد و بیاید، من ان همین پدر مادرم را انتخاب میکنم و فخر میکنم از بودن آنها. نظم میبینیم شنه من حاضر قوت دلی ما هستند. ما یگان کار داشته باشیم، یگان تشویش داشته باشیم، یگان خرسندی داشته باشیم، فرزندان ما در دست انسانهای نیک هستند. دعای نیک آنها را گرفته ما سرفراز شده گشته ایستاده ایم. و البته برای مادری من رسانید که مادرم در روز عیدت من چی را سوغا کنم، مهر پنهانی دلم را من چخل آشکار کنم، گر متا توفه بگیرم شود آن بی نشان، دسته گل هدیه سازم تیز میگردد خزان. پس چرا در روزی زادروز توفه بین مایم که آن، ماند از من بهر تو چون یادگاری جاویدان. مادرم توفه بر تو میکنم اشعار خود، تا که باشد جاویدان و جاویدان باشد سرود. فیروزه خدا بار دیگر زادروز مبارک باشد. خدا کند که همراهی امردین نمک دم پیری و دولت پیری را دیده زیارت حج، زیارت عمره، حج اکبر نصیب کند و ان همین در سر فرزندانتان حاجی بابا و حاجیانه شده گشتن برای شما نصیب کند. روز خرسندیتان زادروزتان مبارک باشد. بگذار 120 سالگیتان بایم آمده همراهتان یا شما و امردین نمک باشن و هر دوی شما را باز تبریک کردن برای ما نصیب کند. گفته در روی دنیا از همه کتاب قیمت بهاترین با نام کتاب قرآن کریم است. میخواستیم با قرصک های مهمانان برای فیروزه خاله تقدیم کنیم. مرحبا. فیروزه خاله نوزر دختران گفتن که مادر ما گل ثبت خاندان ما هستند، گل بهشت این دنیای ما هستند. بگویند همه زنها را در یک جا جمع آورند و پرسیم از همه توفه به بهاترین چیز، میگویند سخن نیکی فرزند، اعتباری فرزند و ان همون گلدسته که خداوند آفریده است و سیمای زنبانوان و مادران آفریده است. میگویم مادرم را به چشم من بینه، سر و پا نور و صفاست، همگی مهر و وفاست. مادرم را به چشم من بینه، مادری من زیباست. مادرم را به چشم من بینه، جلوه نوری خداست. از برایم یکتاست. مادرم را به چشم من بینید، مادری من زیباست. و همین دستگیری زیبا از نام فرزندان و از مسافرت از نام سراج دینکه برایتان تقدیم میکنیم با قرصک ها. مرحمت، زادروز مبارک باشد. و میخواستم در اینجا یک توفه های زیباست، انگشترین طلا از نام فرزندان و البته تقدیم میکنم. ینگاملا خداتان گرفته برای مادر جانی عزیز تقدیم کنیم. زادروز شما مبارک باشد. مرحبا. اکنون یک کس از این طرف ایستاد. قوت دل مادر شمایان هستید. میخواستیم شیرینی مادر را یک جای برای ما از آن تناول کنیم و بعد از آن سخنهای تبریکاتی را با افتخار فیروزه خاله شنویم. مرحمت، تا را نزدیکتر میبریم، شیرینی را میبریم و از آن تناول میکنیم. مرحمت.
С днем рождения, льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы. سریع همجایش فیروزه خانم یک کدش هم بشم که میتونیم مبارک باشه. Понедельник или среду, мне без разницы, приеду, потому что день особый на табло календаря. Хоть на Мазде, хоть на Порше, хоть на Жигули до Польши, ничего не надо больше, просто быть возле тебя. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. С днем рождения, льются поздравления. مبارک باشه. زادروز مبارک. بهارایتی شما اولین آن تحفه خداوند هستید برای امریدینمک، برای فیروزه خاله و می‌خواستیم سخن‌های تبریکاتی را از شما آغاز کنیم. مرحبا. جان سرد بدر الهی سری منبس خو سلامت کرده دادم که خوشا پیر شوه سری نیوراتون با یه سرد بدر حضوری مامان نبینی دادم که خوشا پیر شوه همه وقت خوزای نغز دیده کرده. السلام علیکم بی جان سرد بدر دلتون با چی نیت کردگی باشه همش برسه سری مون با همه وقت ساخت سلامت باشه. دادم هم روزی درجدین گذشتگیشون که تبریک میکنم 15 درجدین دادم بود. دادا جان بی جان شما دیاتونم تبریک میکنم چی نیت کردگی باشه نیتکاتون برسه حاجیانه حاجی بابا شوه اپشت شما فکر کردیم رحمت مانا اکم بیکم چیگلیک کلون کده هم خیلی های برسونده رحمتی کلون شما با مهربانیم بیما کلام کرده دادرات مات کرده شما مرحبا سربت دیگه هزار رحمت. مرحمت. سنا جان بچه آنا جانی من مهربانی من بیما آنا جانوش آنا جانی من مهربانی من بیما کلام کرده دادرات مات کرده شما مرحبا سربت دیگه آنا بای 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 کلان شود اگر پیروات کده میتید خودش. مرحبا. السلام علیکم مهمانای عزیز مادران خواهران مهربان همسنفان عزیز هم یکاتون خوش اومده. فیروزه جان اینایم صد درود حضرت که منی فرزندکو تبین اپشتا که این دخترکو فقط روزکای نغز بین هم یکاتون سلامت باشه همه حوله فیروزه همه وقت توی خونه مراد خونه شوه اینایم اپشتا که منی نیور یکاش مول تو یکای نغز بین خدا جان تو دکیومی ایلان پاچام کدی دیاکوتون همه وقت خدا نغز گرده خوشه دیاکوتون پیر شوه و این سالان دیاکوتون هجای کلون در رفته هم خیلی اومده هم یکونه با هم خیلی جوغ زده همینجا زیافت کرده شینه هم یکوتون خوش اومده نوره که دیده تاجه که سر میکنه فیروزه جان یکون وقتم زیق نشه خدا زیقم نکن و هم یکوشون تیه تبریک میکنه ایلان ساخ باشی گیجای باشی ساخ سلامت باش سلامت باشه. تشکر میگویم. خاله جان مرحمت. مرحمت. سجان دل فدایی یک مدعای مادر فتح و کشایش آرم دستی دعای مادر. اولا با السلام علیکم مهمانان زیدور و نزدیک آمده همه اتون به درگاه امام خوش آمده نوری دیده تاجی سر میگویم. من امروز روزی زادروزی امام شده ایستاده است از فرصت استفاده برده من از نام پدرم از نام خواهرکانم از نام همه اهل عائله و اولادمان به امام صحت و سلامتی عمری دراز خواهان آنم که همیشه روزی
بعدشان انم خیلی روزهای نک شده گردن الهیم هیچ وقت تبسم از لبانشان دور نشود. فقط حضور و حلاوتی همین دخترک های بینن، حضور و حلاوتی نیوره های بینن و الهیم حولیکاشون پوری نیوره و ایوره شده گردن الهیم هیچ وقت امام روزی بدن نبینن. باز یک بار دیگر خوش آمدید، نور دیده تاج سر. السلام علیکم مهمانان عزیز. من امروز نشستیم روزمون زادروز یایتی هم شده استاده است. هماتون خوش آمدتون. من از من استفاده برده ساعت بدارن حضور بچه کاشون بینن الو امروزی همخنین بعدشون هم خیلی گذره ساعت بدارید. سلامت باشند. تشکر می‌گویم و باز خطهای تبریکاتی باشد میشنویم. مرحبا. درست کنید همون طرف نیت‌های نغز و نگ باشد یک تا میشنویم. همون رو درست محبوب با درست کنه؟ السلام علیکم میمونان عزیز، خوش آمدید. تا نوری دیده تاج سر فیروزه سر بدرم زیری بچه هاشون بینن، دیوراشون بینن، این حولی های کلام با توی تماشا کنن و یک سر آمده شنی همون رو با تیر شدی سمره دادی سمره دادی کلامه دادی دم بزنم؟ حاضر تبریکاتی آنلاین را میشنویم از نام امردین نمک. السلام علیکم. امردین نمک چخیر شما تیار یک تا شروع کردن خاله ما تبریک کنید در روزی خورسندی. مرحبا. پیره بودم تو پلوان سری بچه کشت سری دیوار دو پاک بودم میشه خوشا پیر شویم گوه پیر شویم خوشا پیر شویم گوه. دمی پیری و دولت پیری را یک جای دیدم برای شما نصیب کند. زاد روز مبارک. و البته همه مادران را برعکس تکلیف میکنیم. حاضر زمستان باشدم بیرون با آب و هوای بهارانه یک جای همه کس میرقصیم، خورسندی میکنیم. فیروزه خانه بار دیگر زاد روز مبارک باشد. مرحبا. سرودهای رقصی برای شمایان. مرحبا. هر کار زد اختر داره در خانه عشق دل
اوی اوجو برار بیا ببالینم شبنم گل نار بیا ببالینم اوی اوجو برار بیا ببالینم شبنم گل نار بیا ببالینم اوی انار انار بیا ببالینم شبنم گل نار بیا ببالینم اوی انار انار بیا ببالینم شبنم گل نار بیا ببالینم شبنم گل نار بیا ببالینم ای باغ بهار بیا ببالینم شبنم گل نار بیا ببالینم ای انار انار بیا ببالینم شبنم گل نار بیا ببالینم ای انار انار بیا ببالینم شبنم گل نار بیا ببالینم هر کوکل زد اختر دارد در خانه عشق دل بره دارد هر کوکل زد اختر دارد در خانه عشق دل بره دارد اوی اوج و برار بیا ببالینم شبنم گل نار بیا ببالینم اوی اوج و برار بیا ببالینم شبنم گل نار بیا ببالینم اوی انار انار بیا ببالینم شبنم گل نار بیا ببالینم بخت و دولت başımdaki taç Tüy alenge yayrar dil xiraç Bakt و دولت başımdaki taç Tüy alenge yayrar dil xiraç Paris شما در مهربانی هر یک انسان خواهر است همدم و هم راز و هم سوزنده بر جان خواهر است هم شما در مهربانی هر یک انسان خواهر است همدم و هم راز و هم سوزنده بر جان خواهر است خواهرین در زندگانی قیمت از آن قیمت از جان خواهر است گفتم صدا طریقا ای مای کشور حسون
رسمگیری کنیم آزا یک تا خشر کنیم به هوا جا تبریک کنیم در نبو رسم میکنیم İlohim çillat vuran diye takışlara. نزدیک داره İlohim sadda dura da bolu balay çakış ne vara evara mo boran çevara hoya bina. İlohim çillat vuran diye takışında rasan. رحمت اکک طرف خدا دعایی امروشا بینا سری بچه کش با صاحب باشا روزی باز بینا کش همه خیلی گذارا هم اتمار همه رحمت یک عزیزان فیروزه خاله را در روز زادروزشان در روز شکرانهشان تبریک کردیم. این لحظه های خرسندی شادیانه خاندان زیبای امردی نمک را هم همراه شمایان به هم دیدیم. با ما باشد با شبکه شهنان سلامت باشد.